تاکنون درباره مرگ تقریباً 200 کس گزارش رسیده است. این سیل وحشتبار روزی 26 آگوست آمد. بعد از آنکه یک دیواری عظیمی از لای و سنگ برود در مرز نیپال و تیبت فرو ریخت. مقامات در هر دو طرف سرحد تخمین میزنند که تعداد جان باختگان بیشتر خواهد شد. در این حادثه قریب 1,500 کس از جمله صدها خارجی ناپدید گشتند. در نوارهایی که از سوی پلیس نیپال نشر شد، دیدن ممکن است که سیل دهها خانه و بناهای دیگر را هم نابود کرده است. از جمله سیل و خانه کشاف پرسد برال آسیب رساند، ولی خودش توانست از این حادثه جان به سلامت برد. ما به بالای بام خانه پناه برده بودیم. همسرم زیر لای ماند. مرا پس از 4-5 ساعت با چرخبال آمدن نجات دادند. گزارش‌های ابتدایی مقامات نیپال بازگوی آن است که احتمال زمین لرزه باعث به فرو ریختن قسم پایانی یک پیریخ و آمدن سیل ترساور گشته است. جایی که این حادثه روی داد در راه معروف به سوی کوه کیلاش و کوه مناسروار در تیبت قرار دارد. صدها نفر از هندوستان و کشورهای دیگر برای زیارت این مکانهای مقدس برای بودایی‌ها و پیروان هندویی می روند. 13 ماه پیش در پی لغزش زمین در همین گوشه 17 تن به هلاکت رسیدند. هر سال بارش بارانهای موسمی در تابستان باعث به آمدن سیلاب‌های مرگبار و لغزش زمین در منطقه‌های جنوب و جنوب شرقی آسیا می شوند. با گفته دانشمندان، تغییرات اقلیم سبب افزایش چنین حادثه‌ها در منطقه گشته است.